زیر دیوارهای باشکوه کاخ توپکاپی، جایی که تاریخ از یافت‌های مجلل و فتوحات امپراتوری حکایت می‌کند، سیستمی عمیقاً غیرانسانی پنهان شده است. در طول بیش از 4 قرن، امپراتوری عثمانی سازوکار اجبارآمیزی را ایجاد و تکمیل کرد که بر دوش کودکان استوار بود. این کودکان مسیحیانی بودند که از خدمت کردن سرباز زده بودند. وقتی این کودکان وارد کاخ می‌شدند، در چشم سلطان دیگر انسان به حساب نمی‌آمدند و شکل می‌گرفتند، داغ می‌شدند و اغلب آسیب می‌دیدند. امروز داستان یکی از آنها را برایتان تعریف می‌کنیم، استفان. پیش از آن که به راهروهای تاریک توپکاپی برویم، جایی که صداها در میان ابریشم و عطرها خاموش می‌شوند، می‌خواهم لحظه‌ای فکر کنید که اگر امروز کسی وارد خانه‌تان شود و پسرتان، برادرتان یا پسرعموی 12 سالتان را ببرد و او را بردهی قدرت کند، چه احساسی خواهید داشت و چه می‌کردید؟ لطفاً پاسخ خود را در بخش نظرات بنویسید، چون این داستان نه فقط بخشی از تاریخ است، بلکه آینه‌ای از آن نیز هست. اگر دوست دارید محتوای بیشتری مانند این منبع واقعی و بدون سانسور ببینید، همین حالا عضو شوید، ویدیو را لایک کنید و آن را به اشتراک بگذارید. چون آنچه قرار است ببینید تنهاست که پنهان مانده است. استفان 12 ساله بود که روستایش که در یک انکلیو کوچک مسیحی ارتدکس در کوههای بلغارستان قرار داشت، توسط یک گروه عثمانی اشغال شد. این یک عملیات نظامی نبود، بلکه برداشت محصول بود. سربازان به دنبال طلا، دام یا سرزمین نبودند. آنها به دنبال گوشت جوان بودند. سیستم مالیات یا مالیات خون ایجاب می‌کرد که هر چند سال یک بار ملت‌های مسیحی اتباع خود را تحویل دهند. سالمترین و قوی‌ترین پسران باید به سلطان خدمت می‌کردند. هیچ مذاکره‌ای وجود نداشت، هیچ پناهگاهی نبود. دستور امپراتوری بود. اون صبح استفان هنوز خواب بود و در کنار مادرش روی یک پتو زخیم پشمی جمع شده بود. او با صدای فریادها بیدار شد، اما نفهمید که او را کشان بردند. او را با خشونت هل دادند، دستهایش را بستند و در صفی از کودکان که به سختی سر پا ایستاده بودند انداختند. مادرش پا برهنه دنبالش دوید، گریه می‌کرد و التماس می‌کرد، اما وقتی صدای شلیک تفنگ را شنید، روی زمین افتاد. هیچ کس توقف نکرد. در عرض چند دقیقه استفان، پسر روستایی، به دارایی سلطان تبدیل شد. راه تا پایتخت طولانی و سرد بود. برخی از کودکان در راه جان دادند، برخی دیگر دیوانه شدند. اما استفان مقاومت می‌کرد، چون چیزی غیرقابل توضیح درونش حاضر نبود بمیرد. در طول راه سربازها به آنها اجازه صحبت کردن با یکدیگر را نمیدادند. هر تلاشی برای گریه کردن یا دعا کردن مجازات میشد. شبها روی زمین خیس و با مچهای بسته مثل دام خوابیده بودند. وقتی به استانبول رسیدند، آنها را به مرکز پذیرش بردند. اولین کاری که باید انجام میدادند مردن بود. آنها را مجبور میکردند جملاتی از قرآن را حفظ کنند، دعاها را تکرار کنند بدون اینکه معنایشان را بفهمند و به طور علنی از مسیحیت دست بکشند. سرسخت‌ترینها مجازات میشدند. شلاق و زندانی کردن چند روزه بدون غذا و آب روشی بود که با آن بقیه پسرها را تربیت می‌کردند. 1 هفته طول کشید تا استفان متوجه شود که دیگر نامش را صدا نمی‌زنند. او حالا سلیمان شده بود. نام جدید، ایمان جدید، هویت جدید. مرحله بعدی گزینش بود. در اتاقی بزرگ و تاریک، مقامات بلندپایه عثمانی یکی یکی بچه‌ها را بررسی می‌کردند. قوی‌ترین‌ها را به مدارس نظامی می‌فرستادند تا نابغه شوند. آنها نخبگان جنگجویان امپراتوری بودند. اما زیباترین بچه‌ها آنهایی بودند که چهره‌های ظریف، پوست روشن و نگاه مطیع داشتند. آنها را به قصر، به حیات داخلی نزد کاپیتان اعظم سلیمان می‌فرستادند. آن شب یکی از پسرهایی که انتخاب نشده بود، آرام زمزمه کرد: بهتر است تو را بکشند. هیچ کس از آنجا برنمیگردد. توپکاپی فقط یک مکان نبود، بلکه دنیایی کامل بود. جهانی بسته و خودپسنده که با دقت طراحی شده بود تا هیچ چیز بیرونی نتواند آرامشش را برهم بزند. دیوارها با موزاییک پوشیده شده بودند، فواره‌ها با آب معطر می‌جوشیدند و کف‌ها از مرمر براق ساخته شده بود. اما همه اینها فقط نقابی بود که حقیقت را پنهان می‌کرد. در اتاق‌های سلطنتی که پشت نقاب‌ها پنهان شده بودند، کودکانی حضور داشتند، نه صرفاً خدمتکار، بلکه طبقه‌های ویژه. تعدادشان زیاد بود و برای نقش‌هایی در نظر گرفته شده بودند که هرگز به صورت علنی درباره‌شان صحبت نمی‌شد. به این کودکان آموزش می‌دادند که سرگرم کنند، بدون پرسش اطاعت کنند و همیشه در دسترس باشند. خسیسازی امری رایج بود، نه همیشه فوری، اما همواره تهدیدی محتمل. برخی از آنها کاملا ناقص شده بودند و برخی دیگر به طور جزئی که گاهی این کار به عنوان اقدامی امنیتی توجیه میشد. خواجه‌ها نمی‌توانستند از زنان حاضر در صحنه به چدار شوند، اما چیزی فراتر از این وجود داشت که آنها از آن بی‌خبر بودند. به همین دلیل آنها قدرتی شوم را احساس می‌کردند که نه تنها بر بدنشان بلکه بر آیندهشان نیز سایه انداخته بود. آنها از داشتن فرزند و عشق به تشکیل خانواده محروم شده بودند. آنها کاملا برده‌های قصر بودند. سلیمان یکی از آخرین کسانی بود که به اتاق سفید برده شده، اتاقی ساکت و سرد بدون پنجره، جایی که افرادی با روپوش سفید و تیغه‌هایی که در آب جوش زد و فونی شده بودند منتظر بودند. سلیمان قادر به فریاد زدن نبود. صدایش گرفته بود و چندین هفته نتوانست حتی یک کلمه بر زبان بیاورد.
او نمیتوانست راه برود و دیگر کودکانی که آنها هم تحت عمل اختصاصی قرار گرفته بودند از او مراقبت میکردند. برخی از آنها اصلا صحبت نمیکردند و برخی دیگر برعکس بیش از حد حرف میزدند. بزرگترینشان که 14 سال داشت ادعا میکرد که آنچه را که با نامها و ترانه‌ها به یاد میآوردند، آنها به زبان‌های فراموش شده صحبت میکردند، روستاهایشان را نقاشی میکردند و داستانها را بازنویسی میکردند. هر دیدار فقط چند دقیقه طول میکشید و کافی بود یک قدم اشتباه برداری تا همه چیز تمام شود. اما یک صبح اتفاق وحشتناکی افتاد. پسری آرمنی به نام میکیل ناپدید شد. شایعات به سرعت پخش شد. بچه‌ها دیده بودند که او را به سمت بخش بازجویی می‌بردند و دیگر هیچ کس او را ندید. همه وحشت زده بودند. شبکه از هم پاشید، بعضها گریه می‌کردند و بعضی دیگر از سلیمان فرار می‌کردند چون می‌ترسیدند او به آنها خیانت کند. خود سلیمان هم احساس می‌کرد که همه چیز از دست رفته است. اما یک روز در گوشه خواب خودش یک برگ کاغذ تا شده با دستخط خوشنویسی پیدا کرد. روی آن با دستی لرزان از ترس میکل فقط یک جمله نوشته بود: اگر من ناپدید شدم، نگذار آنها ما را فراموش کنند. آن شب سلیمان نخوابید. او فهمید که فقط زنده ماندن و فراموش نکردن کافی نیست. او باید اثری به جا می‌گذاشت، کاری می‌کرد که کاخ نتواند آن را پاک کند. و برای این کار لازم بود به قدرت نزدیک‌تر شود، خیلی بیشتر از آنچه قبلا داشت. این نزدیکی به خود سلطان خطرناکتر از هر چیزی بود که تا به حال تجربه کرده بود. فاصله بین پسری که در میدان بود و سلطان بی‌نهایت به نظر می‌رسید، هرچند هر دو در همان مجموعه کاخ زندگی می‌کردند. دنیاهای آنها با دیوارهای نامری قدرت، سکوت و مراقبت از هم جدا شده بود. اما سلیمان دیگر فقط یک عروسک تزیینی نبود. با گذشت سالها او یاد گرفته بود که ترک‌های این دیوارها را بخواند و فهمیده بود که اگر می‌خواهد اثری از خود به جا بگذارد و ثابت کند آنچه را که آنها پشت سر گذاشتند، خودش و بسیاری دیگر باید از این مرز عبور کنند. مستقیم‌ترین راه دسترسی به سلطان از طریق وزیر بود، کسی که او را به عنوان خبرچین به کار می‌گرفت. سلیمان می‌دانست که این فرد به دنبال صعود بیشتر در سلسله مراتب امپراتوری است و شروع کرد به ارائه اسرار ارزشمند و به دقت انتخاب شده به او. این اسرار جلب توجه می‌کردند، اما در میان همکارانش پخش نمی‌شدند، از جمله شایعاتی درباره سایر وزرا و اتحادهای داخلی احتمالی. چند هفته بعد وزیر شروع کرد او را با خود به جلسات مهمتر ببره. او همیشه ساکت و بی سر و صدا بود، اما همیشه حضور داشت. و سرانجام یک شب این اتفاق افتاد. او را به تالار تخت فراخواندند، جایی که برای اولین بار سلطان را دید. او موجودی افسانه‌ای بود، اما همچون مردی واقعی به نظر می‌رسید که حال‌های تقریباً ماورایی او را احاطه کرده بود. او روی بالشتی که با طلا گلدوزی شده بود نشسته بود، در میان نوری کمسو و عطرهای غلیظ. نگاهش آرام اما غیرانسانی بود و چشمانش پلک نمی‌زد. سلیمان سکوت کرده بود. او فقط هم شد تا چای بریزد و با دستان لرزان مدارک را از روی زمین جمع کرد. او مانند سایه‌ای میان ستونها بود، اما می‌دانست از این لحظه شانس تغییر سرنوشتش را پیدا کرده است. اگر بتواند اینجا بماند، اگر بتواند همچنان به اتاق‌هایی که سلطان در آنها زندگی می‌کند دسترسی داشته باشد، اگر بتواند نقشه‌های او را درباره سرنوشت امپراتوری کشف کند، می‌تواند کاری غیرقابل تصور انجام دهد: نوشتن تاریخ از درون. این گونه زندگی دوبانهاش آغاز شد. در طول روز او مثل همیشه به انجام وظایفش ادامه میداد، ساکت و مطیع. هیچ کس او را نمیدید. اما شبها به تونل‌های مخفی کاپی فوقانی میرفت، جایی که قطعات خاطراتش را پنهان میکرد. در آنها داستان کودکان را بوده شده، نامهای واقعیشان، رویاهایی بر باد رفته و مرگ‌هایشان را روایت میکرد. او نه مانند یک وقایع‌نگار، بلکه همچون یک بازمانده مینوشت. هر واژه‌اش مانند زخمی باز بود. با گذشت زمان هم فکرانی پیدا کرد. تعدادشان کم بود، فقط همانهایی که آنها هم زنده مانده بودند. آنها نشان دادند که هنوز میتوانند بخشی از وجود خود را حفظ کنند. او به آنها یاد داد تظاهر کنند و لبخند بزنند. وقتی لازم بود به طور قانع کننده دروغ بگوید، نامهای جدیدی به آنها میداد، اما نامهای قدیمی را هم فراموش نمیکرد. در نامه‌های مخفیانه اش که با نمادها رمزگذاری شده بودند، یک آیین‌نامه کوچک ساخت، ترکیبی از زبانهای بلغاری، یونانی، ارمنی، عثمانی و آلبانیایی بود. هیچ کس مگر آنهایی که از جهنم او عبور کرده بودند نمیتوانست این زبان مخفی را درک کند. در همین حین نشانه‌های افول در کاخ ظاهر شد. سلطان اغلب بیمار بود، وزیران دست به توطئه می‌زدند و مبارزه داخلی برای جانشینی تنش نامریایی ایجاد کرده بود که مثل جریان برق در تالارها موج می‌زد. در این فضا سلطان دستور داد پاکسازی نامحسوسی در میدان مردان انجام شود. بسیاری به تبعید فرستاده شدند و دیگران بی صدا اعدام شدند. یکی از آنها، آروین، برای بار دوم به دروغ به دزدی متهم شد.
سلیمان فهمید که پسرک تحمل یک اتهام دیگر رو نداره و به همین خاطر دست کاری غیرقابل تصور زد. او یکی از نامه‌ها را از کودکس محرمانه برداشت و آن را در پوش‌های سری قرار داد. در یکی از اسناد رسمی وزیر بدون اینکه مستقیما نامی از او ببرد به این نامه اشاره کرد. دوباره شایعاتی به گوش رسید که وزیر با برخی از شرکت کنندگان میگان بازی می‌کند تا رعوایش را حذف کند و اقدامات فاسد خود را پنهان سازد. این کار بسیار پرخطر بود، اما در نهایت موفقیت‌آمیز از آب درآمد. سلطان دستور داد تحقیقاتی انجام شود که در نتیجه اون وزیر از مقامش برکنار شد و آروین بدون هیچ توضیحی تبرئه گردید. در آن زمان سلیمان بی سر و صدا باقی ماند، اما در کاخ هیچ اتفاقی بدون پیامد نمی‌افتاد. یک ماه بعد رئیس جدید خواجه‌های او را فراخواند، مردی که در آن زمان نیز چندان به چشم نمی‌آمد. او که جوانتر، منظم‌تر و کمتر بخشنده بود، ساعتها سلیمان را درباره ارتباطاتش با وزیر مغضوب و رفت و آمدهای شبانه‌اش بازجویی می‌کرد.